محمد و آل محمد صلوات دیگه. ما شما یک تعداد مشکلات زیاد را در همه عرصه داشتن و خصوصا در پهلوی همه مشکلات درباره صحت داشتن و مردم با بحران اقتصادی که فعلا روبرو هستند، اکثریتشان به خاطر ازیه که مریضان خود را تداوی کرده نمیتوانستند و از جانب دیگر این منطقه‌ای که ما شما زندگی میکنیم این منطقه آنچنان دسترسی به مراکز صحی دولتی ندارند و پول را برای پرداخت به خاطر تشخیص مریضان ندارند. واقعا مشکلات زیاد را در عرصه صحی و خدمات صحی داشتند. لذا ما با جمع از خیرین و دکتر صاحبان که همکاران عزیز ما هستند، اونا بنا نهادیم که یک مرکز صحی را و یک مجتمع صحی را در اینجا ایجاد کنیم تا باشد از طریق مسلک طبابت و یک مسلک پاک طبابت بتانیم برای مردم خود یک خدمت را انجام بدهیم. در ابتدا در کمپین خیریه مهر قصد ای را داشتیم که به تعداد 20 خانواده حدوداً کمک برسانیم، اما وقتی هدف و نیت صادقانه ما را دیگر دوستا دیدن از خارج از کشور، بسیار حمایت‌های مالی از ما انجام شد. کمپین‌های خیریه دیگر با ما همکاری کردند و ما تعدادی از این خانواده‌ها را تانستیم به حتی اولادایشان رو شامل مکتب کنیم، بورسیه کنیم. تعدادی از خانواده‌ها رو شامل نانوایی‌های خیریه کردیم. پرسنل ما همونطور که در تصاویر دیده بودید نزدیک 5 نفر ما پرسنل داریم. دکترای نسایی ولادی هست، داخله هست، گوش حلق و بینی هست. امیدوار هستیم که با همکاری سایر نهادها و همچنین سایر خیرین همین پرسنل خود با در نظر داشته که فقر گسترده است در غرب کابل ما افزایش بدیم.